داستان‌های نگفته. سلام به همه دوستای عزیزم در کانال داستان‌های نگفته. تو این کانال من براتون قصه هایی از زندگی روزمره، نه اینکه فکر کنید خیلی عجیب و غریب داستانایی که براتون تعریف میکنم، داستان‌هایی از دل واقعیت‌های زندگی براتون روایت میکنم. امیدوارم بشنوید و لذتش رو ببرید. بریم سراغ داستان امروز. امروز اصلا حال و حوصله درس و دانشگاه نداشتم. تو فکرای خودم بودم که چجوری بقیه پول عمل بابامو جور کنم که دیدم دم در دانشگاه. به ساعتم نگاه کردم، کلاس اول از دست دادم. هنوز تو فکرای خودم بودم که فرناز از دور دیدم. رامو سمتش کج کردم. گفت سلام، چرا دیر کردی؟ گفتم سلام، هیچی، بعدا تعریف میکنم. گفت این ساعت دوباره با استاد شهاب کلاس داریم ما؟ گفتم چرا، مگه ساعت قبل نبود؟ گفت آره، ولی چون آخر ترمه این استادم خیلی وظیفه شناسه، تصمیم گرفته امروز کتابو تموم کنه. گفتم حالا خوب امتحان دست خودشه، اون جاهایی که درس نداده رو امتحان نگیره، مجبوره؟ گفت آره خب حالا این ساعت میای کلاس؟ گفتم آره میام. راستی پس کلاس استاد زنگنه چی میشه؟ گفت هیچی دیگه، استاد زنگنه هم هفته دیگه ساعت استاد شهابو میگیره. حالا بهتره بریم سر کلاس. همونجوری که سمت کلاس میرفتیم فرناز داشت حرف میزد، حرفایی که من اصلا گوش نمیدادم، فقط سرمو به نشونه تایید تکون میدادم. از اون امیر مقدم رو دیدم. فرنازم با دیدنش گفت عاشق دلخستت اومد. منو باش، من به چی فکر میکردم اون به چی فکر میکرد. واقعا خیلی خوش خیال بود، آزاد از همه چیز. تو فکرای خودم بودم که با صدای مقدم رشته افکارم پاره شد. سلام خانم امیری. سلام خانم فیاضی. ما هم بهش سلام کردیم. گفت خانم امیری حالتون خوبه؟ آخه رنگتون پریده. تو دلم گفتم وای خدا، این دیگه چی میخواد؟ نه خیلی حوصله دارم. با گفتن ممنون حالم خوبه دست فرناز رو گرفتم و وارد کلاس شدیم. فرناز گفت چتی؟ چرا پاچه میگیری؟ که فقط حالتو پرسید. گفتم فرناز خواهش میکنم امروز اصلا حوصله ندارم. بعدم رفتم سمت ردیف آخر و نشستم روی صندلی. فرنازم اومد کنارم نشست و گفت نه، مثل اینکه واقعا امروز اتفاق مهمی افتاده که مخ کلاس که همیشه ردیف اول میشست اومده ردیف آخر نشسته. همینطور که تو سکوت بهش نگاه میکردم گفت فهمیدم، عاشق شدی. پوزخندی زدم تو دلم و گفتم دوست ما رو ببین، اتفاق مهم زندگی از دیدن اون عاشق شدنه. ای بابا ولمون کن. وقتی دید من چیزی نمیگم گفت فهمیدم، طرف ردت کرده. میدونستم داره از فضولی میمیره که بفهمه چه خبره، ولی من عادت نداشتم از زندگی واسه کسی بگم. از بچگی همینطور بودم. دوست دور و برم بودا، ولی در حد همون درس و مسائل عادی باشون حرف میزدم. هیچ وقت کسی از زندگیم خبر نداشت. الانم دوست داشتم تو این موقعیت با یکی حرف بزنم، ولی نمیدونستم با کی. وقتی استاد وارد کلاس شد همه فکرام به هم ریخت. یگانه چیه بابا؟ حواست کجاست؟ استاد اومد. آره بابا فهمیدم. این استادم که اینقدر بد اخلاقی که نمیشه با یه من عسل خوردش. فرناز گفت میشنوه، تازه اخلاقش مهم نیست، مهم اینه که خوب تدریس میکنه. استاد گفت خانم اگه حرفاتون تموم نشده بفرمایید بیرون تمومش کنید. فرناز گفت نه استاد، عذر میخوام، تکرار شد میریم بیرون. استاد گفت متوجه شدین؟ با شما هم هستم خانم امیری. تو سکوت فقط بهش نگاه کردم. اونم که دید چیزی نمیگم چیزی نگفت. شروع کرد به درس دادن. 10 دقیقه که گذشت فرناز گفت جون من تو امروز چته؟ برای چی جزوه نمی نویسی؟ گفتم تو چرا امروز به من گیر دادی؟ ولم کن. حالا مطمئن شدم که عاشق شدی. غیر ارادی صدام بردم بالا، گفتم ولم کن تو رو خدا فرناز. فرناز با چشمه گرد شده نگاه میکرد. وقتی صورتمو به سمت استاد چرخوندم دیدم که با عصبانیت داره نگاه میکنه. همه بچه‌ها با تعجب داشتن نگامو میکردن. میخواستم عذرخواهی کنم که استاد با عصبانیت گفت هر دوتاتون بیرون. سرام پایین انداختم، کیفمو برداشتم و رفتم سمت در. فرنازم اومد دنبالم. وقتی از کنار استاد رد میشدم به صورت زیرلبی گفتم بی‌درک. فکر کنم شنید، آخه فکش منقبض شد. وقتی از کلاس اومدیم بیرون فرناز میخواست عذرخواهی کنه که گفتم هیچی نگو، فقط ولم کن. باور کن امروز حوصله هیچو ندارم بابا، ولم کن. همینجور که از دانشکده خارج میشدم فرناز هم دنبالم میومد و عذرخواهی میکرد.
تو یه لحظه جوش آوردم و گفتم چی میخوای؟ ولم کن. اونم با بغض سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت. قیافش رو که دیدم فهمیدم زیاده روی کردم. گفتم فرناز ببخش، تون رفتم، ولی تو رو خدا امروز دور منو خط بکش، خواهش میکنم. اونم باز چیزی نگفت. رفتم سمتش رو گفتم ببخشید، این چند روز اعصاب ندارم، تو ببخش. سرش رو بلند کرد و با لبخند نگام کرد. میدونستم چیزی تو دلش نیست، ولی من نمیتونستم به کسی اعتماد کنم و واسش درد و دل کنم. تنها کسی که باهاش صمیمی بودم خواهرم بود که 2 سال از من بزرگتر بود. ما دوتا حرفای همدیگر رو خوب میفهمیدیم. اون سال قبل ازدواج کرده بود و شوهرش باش همکلاسی بود. نیما پسر خوبی بود، فقط وضع مالی زیاد خوب نبود. اونم مطمئناً تا چند سال دیگه بهتر میشد. مهم این بود که لیلا دوستش داشت. اونم عاشقونه لیلا رو دوست داشت. بعضی وقتا که اونا رو میبینم آرزو میکنم که منم عاشق بشم و همسرم اینجوری دوستم داشته باشه. البته از دوستی قبل ازدواج بدم میاد، پس نتیجه میگیریم من هیچ وقت با عشق ازدواج نمیکنم، چون من که با پسر رابطه ساده سلام علیکم ندارم. یعنی هیچ وقت نمیتونم گرم سلام علیک کنم. برعکس بقیه دخترها که وقتی اونا رو میبینم میگم نکنه اونا با هم فامیلن، چون من فقط با پسر فامیل راحتم، اونم در حدی که از حد خودمون تجاوز نمیکنیم، شوخیایی که احترام دو طرف حفظ بشه. همینجوری توی افکارم بودم که دست کسی روشونم حس کردم. وقتی نگاه کردم دیدم فرنازه. گفت کجایی دختر؟ چند دقیقه است دارم صدات میکنم. گفتم همینجا، فقط به تنهایی احتیاج دارم. من میرم اون پشت کنار درختا میشینم، باید یه خورده فکر کنم. فرناز گفت باشه برو، با اینکه خیلی دوست داشتم بدونم و چشقوره من باعث شد حرفشو نیمه کاره ول کنه. گفت خب باشه بابا، چرا میزنی؟ رفتم سمت درختای پشت دانشکده. نشستم یه جای خلوت. میتونستم راحت بشینم و فکر کنم باید چه خاکی تو سرم کنم. شروع کردم با خودم حرف زدن که خدا جون، چرا پدر من، تو که وضعیت ما رو میدونی، حالا من باید از کجا پول جور کنم؟ کاش حداقل پسر بودم. از بدشانسی بابا بود که پسر نداره. آخه 3 تا دختر چیکار میتونم بکنن؟ خدا جون مامانم پیش توه، ولی بابام ازن مگه؟ پاهامو تو بغلم جمع کردم و سرم رو پاهام گذاشتم و شروع کردم گریه کردن. در حالی که گریه میکردم شروع کردم به درد و دل با خدا. خدا جون پدرم ازم نگیر. خدا جون به هر کسی سر زدم نداشت. من چیکار کنم؟ پول عمل بابامو چجوری جور کنم آخه؟ یهو حس کردم یکی پیشم نشست. با خودم گفتم این فرناز اینقدر فضوله که با اینکه بهش گفتم میخوام تنها باشم اما بازم اومد فضولی کنه. سرم بلند کردم که چند تا فوش بارش کنم که از چیزی که دیدم خشکم زد. در حالی که بهش زل زده بودم بغضم رو قورت دادم. هر دوتامون فقط به هم زل زده بودیم. همون جور که نگاش میکردم به خودم اومدم و گفتم شما عادت دارین استراق سم کنین؟ اون که از رفتار من جا خورده بود ایستاد. بعد کت اسپورتش رو مرتب کرد و گفت زبونت خیلی درازه، نمیترسی نمره بهت ندم؟ پوزخندی زدم و گفتم دیگه برام فرقی نمیکنه. خودم از خودم تعجب کردم که چجوری دارم باش حرف میزنم. نه به چند دقیقه قبلش که وقتی دیدمش خشکم زد، نه به حالا که داشتم باش بحث میکردم. گفت چیه؟ تو فکری؟ داری به نمره فکر میکنی؟ یعنی که چجوری از دلم در بیاری؟ این حرفا رو در حالی بهم زد که پوزخندم رو لباش بود. این دیگه چقدر از خود راضی بود. من در حالی که سعی می‌کردم محکم باشم بهش گفتم این آرزو رو به گور میبرین که من بیام ازتون عذرخواهی کنم، هر کاری هم دلتون خواست با نمرم بکنید. راستش اولین بار بود که با یه استاد اینجوری حرف می‌زدم. تقصیر خودش بود، من فقط می‌خواستم دق دلیمو سر یکی خالی کنم. می‌خواستم از کنارش رد شم که با یه لحن خالی از عصبانیت گفت صبر کنید خانم امیری. گفتم وقت ندارم، میخوام برم. گفت چه کاری مهمتر از جور کردن پول برای عمل پدرتون؟ گفتم شما همه حرفامو شنیدین؟ گفت راستش غیر عمدی بود، داشتم از اینجا رد میشدم که شما رو اینجا دیدم، صداتونم شنیدم، راستش نمیتونستم جلوی گوشامو بگیرم. میخواستم بهش بگم خودتی، مگه تو الان نباید سر کلاس باشی، پس اینجا چی کار میکنی؟ دیدم مگه نگم بهتره. حالا که اون دیگه عصبانی نیست بهتره منم دوباره عصبانیش نکنم، چون با این وضع من یه ترم زودترم فارغ التحصیل بشم بهتره. البته کوتا فارغ التحصیلی هنوز 2 سال مونده. گفت به چی فکر میکنید خانم امیری؟ چیز خاصی نیست. به حال اگه کمکی از دست من برمیاد در خدمتم. راستش از خودم خیلی خجالت کشیدم که اینجوری باش حرف زدم. سرمو انداختم پایین و گفتم استاد واقعا معذرت میخوام.
سرمو که بلند کردم دیدم داره نگاه میکنه. در حالی که لبخند کوچیکی گوشه لبش بود گفت اشکال نداره. به هر حال میتونید رو کمکم به عنوان یه دوست حساب کنید. فعلا خداحافظ. استاد بازم عذر میخوام. یه لحظه کنترلم از دست دادم. مهم نیست. بین دوتا دوست از این اتفاقا میفته. ما دیگه میتونیم دوتا دوست برای هم باشیم. نمیدونستم چی بهش بگم. از تعجب کم مونده بود شاخ در بیارم. جای فرناز خالی که این استاد خشک و اینجوری ببینه. گفت فعلا خداحافظ. گفتم خداحافظ استاد. استاد رفت و من با نگاه هم بدرقش کردم. امروز بدجور شوکم کرد. قد بلندی داشت که تا حالا بهش توجه نکرده بودم. اگه اینو به فرناز میگفتم به هم میگفت که تو اصلا به غیر درس به هیچی توجه نمی کنی. دیدم فرناز حلال زاده داره میاد سمتم. منم رامو سمتش کش کردم. انگار آروم شده بودم. گفت استاد چی کارت داشت؟ دیدم دنبالت میگرده. نه بابا تو هم آره؟ گفتم چی میگی تو؟ گفت هیچی، میگم خوب دل میدادین، قلبه میگرفتین. تو هم دلت خوشه ها؟ گفت یه چیز بگم از تعجب شاخ در میاری. گفتم چی بگو؟ سعی داشت با نگاه کردم بهم هرسمو در بیاره. گفتم چرا نگاه میکنی؟ خب حرفتو بزن دیگه. گفت راستش وقتی تو رفتی پشت ساختمون دانشکده 1-2 دقیقه بعدش استاد اومد سراغ تو ازم گرفت. منم گفتم کجایی ولی ندیدم بره پشت ساختمون. پس چجوری کنار تو بود؟ گفتم هیچی، داشت از اونجا رد میشد که منو دید. گفت اون که میدونست تو اونجایی. گفتم فرناز چقدر حرف میزنی. بعد در حالی که به سمت در خروجی دانشگاه میرفتم با فرناز خداحافظی کردم. فرنازم هنوز همونجا ایستاده بود. مطمئنم میخواست بفهمه چجوری میتونه یه ربطی بین اون چیزی که دیده و شنیده رو پیدا کنه. آره دیگه از بس فضول بود. دیگه رسیده بودم خونه. کلیدمو از کیفم در آوردم و درو باز کردم. وارد خونه که شدم بابامو دیدم که داشت توی حوض دستشو میشست. وقتی به این فکر میکنم که ممکنه یه روز نباشه غم عالم تو دلم میشینه. گفتم سلام بابا، باز شما رفتین سر کار؟ گفت سلام عزیزم، تو که منو میشناسی، نمیتونم بیکار بمونم. میدونستم اینو میگه که من ناراحت نشم و الا اون نمیتونه کار کنه، فقط مجبور کار کنه. برای ازدواج لیلا اون همه پسندازشو برای خرید جهیزیه خرج کرد. الانم که بازنشسته آموزش و پرورش و یه حقوقی میگیره که توی این گرونی فقط میتونه زندگیمونو بچرخونه. مینا خواهرم دانشجوی سال اول دانشگاه آزاده. بابام دوست نداشت دلشو بشکنه و زمانی که حقوق دانشگاه آزاد قبول شد بابام هر طور که بود شهریه‌شو جور کرد و فرستادش ثبت نام. حالم که رو ماشین یکی از دوستاش از صبح تا ظهر به ساعت شراکتی کار میکنه. خب معلومه وقتی ماشین مال خودش نباشه سهمش هم کمتره. گفت یگانه جان تو چرا هنوز اونجا وایسادی؟ نمیخوای یه نهار به ما بدی؟ گفتم اومدم بابا لباسامو عوض کنم میام. رفتم اتاق. بعد از اینکه لباسامو عوض کردم دستامو شستم و رفتم سمت آشپزخونه. غذایی که از دیشب آماده کرده بودم و گرم کردم. همینجور که غذا رو گرم می‌کردم به بابام فکر می‌کردم که توی این مدت چقدر شکسته تر شده. بعد از فوت مادر بزرگ که بابا یهو حالش بد شد، بعد از اینکه بردیمش بیمارستان متوجه شدیم یه سکته رو رد کرده و بعد از اون اتفاق تحت نظر پزشک بود تا اینکه 2 ماه پیش دکتر صریحاً به ما اعلام کرد که باید عملش کنیم. با این وضع نمیتونه ادامه بده، دوام نمیاره. اون روز خوب یادمه. وقتی وارد مطب دکتر شدیم دلشوره داشتم، انگار میدونستم قراره که اتفاقی بیفته. وقتی دکتر نتیجه آزمایش‌ها و نوارایی که از بابام گرفته بود و دید بهم گفت خانم امیری پدرتون هرچه سریعتر باید عمل بشه. اون روز نمیدونم چجوری از مطب دکتر خارج شدم. تو را فقط به این موضوع فکر میکردم. توی مسیر همینطوری فقط گریه میکردم. 2 ماه گذشته بود و من هنوز نتونسته بودم پول عمل پدرم رو جور کنم. یه کمی قرض گرفته بودم اما خیلی کم بود. من پولی در حدود 100 میلیون احتیاج داشتم و حالا نمیدونستم که باقی پول باید از کجا بیارم. خواهرم رسیده بود خونه. گفت یگانه آماده شد؟ گفتم توی مینا؟ سلام کی اومدی؟ گفت تازه رسیدم، الان لباسامو عوض میکنم میام کمکت. به خواهرم فکر کردم. با اینکه 1 سال از من کوچیک‌تر بود ولی هیچ وقت نتونستم مثل لیلا با اون راحت باشم. حس می‌کردم هنوز برای مشکلات بچه است. برای همین تا حالا از موضوع عمل بابا چیزی بهش نگفته بودم. به بهونه اینکه درس دارم رفتم نشستم تو اتاقم. یهو ذهنم رفت سمت استاد شهاب، استاد مانی شهاب. از سال قبل که تدریسش رو توی دانشگاه ما شروع کرد همه دخترها دنبال این بودن که تعطوی زندگیشو در بیارن.
آخرش هم بعد از کلی تحقیقات فقط تونسته بودم بفهمم که مجرده. من که نمیدونم والا این دخترها چرا وقتی یه پسر میبینن زود دوست دارن بفهمن مجرده یا متأهل. چه میدونم. اون روز که فهمیده بودم مجرده، فرناز با چه آب و تابی اومد برای من تعریف کرد که استاد شهاب مجرده. منم بهش گفتم مجرد یا متأهل چی به تو میرسه؟ اونم گفت بابا تو چقدر بی‌ذوقی، همه دخترها برای یه نگاش میمیرن. تا حالا به چهرهش دقت نکرده بودم جز امروز وقتی به چشماش زل زدم. اولین چیزی که منو به خودش جذب کرد آرامش چشماش بود. الان که فکر میکنم میبینم شاید بتونم به اون اعتماد کنم، شاید بتونه کمکم کنه. خودش گفت روی من مثل دوست حساب کن. دختر حالا اون یه چیزی گفت، یعنی تو میخوای چیزایی که تا حالا برای دوستات تعریف نکردی و بری برای اون تعریف کنی؟ نمیدونم. شاید بهش گفتم. دیگه پلکام سنگین شده بود. بدون اینکه از این فکرای درهم و برهم نتیجه بگیرم گرفتم خوابیدم. صبح با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم. به صفحه گوشیم نگاه کردم. شماره ناشناس بود. می‌خواستم قطع کنم که با خودم گفتم شاید کار مهمی داره. الو بفرمایید. سلام. سلام. خوبین؟ ممنون. شما؟ نشناختین؟ آقا لطفا مزاحم نشید. مزاحم کیه؟ شهاب هستم. آقا گفتم لطفا مزاحم نشین. مزاحم کدومه؟ یعنی واقعا نشناختین؟ آقا مگه مسابقه 20 سوالیه؟ میشه فامیلیتون رو بگین؟ عرض کردم که مانی شهاب. 2 شاخ روی سرم سبز شد. این دیگه چی کار داره؟ یگانه خانم گوشی دستتونه؟ بله ببخشید یه خورده غیر منتظره بود. راستش میخواستم ببینمتون. در چه مورد؟ در مورد مشکلتون. استاد لطفاً هر چی دیروز شنیدین رو فراموش کنید. گفت چرا باید فراموش کنم؟ من یه راه حل پیدا کردم. گفتم جدی میگید؟ گفت بله فقط باید حضوری ببینمتون. راستش نمیدونستم قبول کنم یا نه. تو افکار خودم بودم که گفت یگانه خانم چی میگید؟ اینم با این یگانه گفتنش چه زود چای نخورده پسر خاله شد. وای به حال اینکه چایی هم بخوره. گفتم راستش نمیدونم چی بگم. گفت مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید. گفتم باشه. کجا؟ 2 ساعت دیگه آدرس کافی شاپو براتون میفرستم. به امید دیدار. گفت خداحافظ و قطع کردیم. از اتاق که اومدم بیرون دیدم خونه ساکته. فهمیدم باز بابا رفته سر کار و مینام رفته دانشگاه. زود صبحونه رو خوردم و میزو جمع کردم. میخواستم برم آماده شم. یه نگاه به یخچال کردم دیدم مینا ناهارم آماده کرده بود. بس با خیال راحت میتونستم برم بیرون. رفتم تو اتاقم. یه مانتوی مشکی پوشیدم با یه شلوار جین. میخواستم مقنعه بپوشم که با خودم گفتم مگه میخوای بری دانشگاه، مقنعه واسه چی؟ یه شال مشکی داشتم با طرح خطوط ریز سفید که به صورتم خیلی میومد. چون پوستم روشن بود و چشمام عسلی یه جلوه‌ای به صورتم میداد. حوصله آرایش کردنم نداشتم. برای همین گفتم همینجوری برم بهتره. چه معنی داره آرایش کنم؟ مگه دارم میرم باهاش قرار عاشقونه بذارم؟ والا. در خونه رو بستم و رفتم سمت ایستگاه اتوبوس. رسیدم کافی شاپ. دم در کافی شاپ دو دل شدم که برم تو یا نه. یه صدای از پشت سرم گفت چی شد؟ هنوز مرددین؟ پشت سرم رو نگاه کردم. استاد شهاب بود. گفتم شما تازه رسیدین؟ گفت از وقتی شما رسیدین من اومده بودم، ولی چون حدس می‌زدم ممکنه پشیمون بشین با خودم گفتم بیرون منتظرتون میمونم که نتونید پشیمون بشید. راستی سلام. ببخشید سلام. بعد گفت خب بریم تو. گفتم بله بفرمایید. با هم داخل کافی شاپ شدیم. یه کت اسپورت سفید تابستانی پوشیده بود با یه شلوار جین. به نظرم ترکیب خوبی بود. تیشرتش هم کرمی روشن بود. گفت خب چی میخوری؟ گفتم ممنون چیزی نمیخورم. گفت کافه گلاسه میخوری؟ گفتم که چیزی نمیخورم. 2 کافه گلاسه سفارش داد. بعد هر دومون سکوت کردیم تا اینکه گارسون کافه گلاسه ها رو جلومون گذاشت. به من گفت خب بخور. تو دلم گفتم این چون انقدر راحت شده، اصلا حس نمی کنم این استادیه که میشناختمش. گفتم راست شما گفته بودین که اصلا نمیدونستم چجوری بهش بگم ما قرار بود در مورد جور کردن پول عمل پدرم حرف بزنیم. راستش میترسیدم فکر کنه من چقدر پرروام. دیگه ادامه ندادم. اومد تو حرفم و گفت چرا حرفتون رو خوردین؟ گفتم خب قرارمون برای این بود که بله متوجه شدم. راستش من یه پیشنهادی داشتم، ولی واقعیتش باید اول چند تا سوال ازتون بپرسم. گفتم بفرمایید. گفت راستش اونطور که من فهمیدم شما 2 خواهر دارین و با پدر و خواهر کوچیکتر از خودتون زندگی میکنین، درسته؟
گفتم بله، خواهر بزرگترم متأهله و مادرم هم چند سال پیش فوت کرده. راستش نمیدونم چرا بهش اعتماد کردم و دارم از زندگیم براش میگم، ولی تو نگاهش یه آرامشی بود که میتونستم بهش اعتماد کنم. گفت چقدر پول برای عمل پدرتون لازم دارین؟ گفتم حدود 100 میلیون. یه مقدارشو تونستم جور کنم، ولی راستشو بخواین بیشترشو نه. حالا موندم که چیکار کنم. پرسید خانواده مادریتون چی؟ گفتم راستش وضع اونا بد نیست، واقعیتش وضعشون خوبه، ولی اونا از اولم با ازدواج مادرم با پدرم مخالف بودن. بعد از فوت مادرم هم دیگه باشون قطع ارتباط کردیم. گفت رفتین پیششون؟ گفتم راستش حاضر نیستم باعث کوچیک شدن پدرم جلوی اونا بشم. استاد شهاب گفت ولی جون پدرتون در میونه. گفتم همینه که داره من از پا میندازه. ادامه داد راستش یه پیشنهاد داشتم، ولی میترسم ناراحت شین. بعدم با کافه گلاسه مشغول شد، مثل اینکه اینم قراره حرصمو در بیاره. بهش زل زدم و منتظر شدم حرفشو بزنه. سرشو گرفت بالا و بعد با شک همونطور که به چشمام نگاه میکرد گفت من حاضرم اون پولو بهتون بدم، ولی به یه شرط. دیگه حرفاشو نمیشنیدم. اینقدر خوشحال شدم که نفهمیدم که چی گفت، تا اینکه گفت خب چی میگید؟ گیج بهش نگاه کردم. اونم با شک و نگرانی نگاه کرد. با گیجی گفتم شما چی گفتین؟ گفت عذر میخوام، من قصد جسارت نداشتم. نذاشتم حرفشو تموم کنه. گفتم مگه شما چی گفتین؟ ببخشید من اصلا حواسم به حرفاتون نبود. نفسی از سر راحتی کشید و گفت خب پس باید دوباره از اول بگم. چی رو؟ پیشنهاد و شرطو. بله بفرمایید، راستش هر شرطی باشه قبول میکنم. زندگی پدرم خیلی برام ارزش داره. ببینید من میتونم یه وام براتون بگیرم. چه وامی؟ وام. کمی مکث کرد و بعد گفت ازدواج. گفتم ولی آخه من که مجردم. خب ازدواج بکنید، یه ازدواج سوری. خب چرا وام ازدواج نمیشه یه وام دیگه گرفت؟ چرا؟ خب شاید بشه. خب پس برای چی وام ازدواج بگیرم؟ تازه چطور میتونم بگیرم؟ خب هر وام دیگه ای هم بگیرین ضامن میخواد. نگاه عاقلا در صفی بهش کردم و گفتم مگه وام ازدواج ضامن نمیخواد؟ خب چرا؟ اونم ضامن میخواد، ولی من جورش میکنم. ببینید البته ببخشید ولی شما میتونید ضامن رو برای وام دیگه جور کنید. حتما که من نباید وام ازدواج بگیرم. ببینید بر فرضم ضامن جور شد، شما بعد میتونید قسطاشو بدید. خب استاد مگه وام ازدواج قسط نداره؟ وام ازدواجم باید قسطاشو بدم یا نه؟ گفت اونش با من حلش میکنم. گفتم خب برفرض من قبول کنم و وام ازدواج بگیرم. اولا من مجردم، پس بهم وام نمیدن. در ثانی اگه بخوام ازدواج کنم تو این چند روز چجوری میتونم ازدواج کنم؟ نکنه توقع دارین اولین مردی که دیدم بهش پیشنهاد ازدواج بدم؟ لبخندی گوشه لبش نشست و گفت نترسین، به اونجا نمیرسه. وقتی لبخند رو لباش دیدم به خودم گفتم این منو سر کار گذاشته. گفتم ببخشید من فکر کنم زیاد به خودتون زحمت دادین، من باید برم. کیفمو برداشتم و میخواستم برم که گفت یگانه بشین. این دیگه شدیداً پررو شده بود. همینطور که میشستم گفتم میشه منو به اسم کوچیک صدا نکنید؟ گفت باشه عذر میخوام، حالا اگه میشه بشینید خانم امیری. گفتم باشه خیلی خوب بفرمایید. ببینید مسلما کسی که شما رو نشناسه نمیتونه قبول کنه که ضامنتون بشه، درسته؟ گفتم بله، ولی اگه ضامن رو منظور کنم چون منو میشناسه قبول میکنه، درسته؟ گفتم بله. ببین من و تو. به چشمام زل زد، انگار هنوز شک داشت بگه یا نه. بعد یه نفس عمیق کشید و گفت اگه با هم ازدواج کنیم من برای گرفتن وام ضامن دارم. بعد از وقتم که وامو گرفتیم تو میتونی پدرتو عمل کنی. گیج شده بودم، نمیدونستم چی بگم. گفتم شما چی میگید؟ من که گیج شدم. شما در مورد من چی فکر کردید؟ ببخشید پررویه، ولی شما اگه میخواین ضامن جور کنید خب با عنوان یه وام دیگه جور کنید که دیگه لازم نباشه ازدواج کنم. خب درست میگی، ولی من که تو رو نمیشناسم، رو چه اسمی باید بهت اعتماد کنم؟ گفتم خب حتی اگه عهد کنیم من ممکنه قسطا رو ندم. گفت نه اگه ما عهد کنیم و تو بیای خونم منم در عوض کارهای خونه چه میدونم پخت و پز و شستن لباسام و بقیه کارهای خونه حقوقی برات در نظر میگیرم که بخشش رو به عنوان قسط وام برمیدارم، بقیه‌اش هم بهت میدم. بعدم که قسطا تموم شد طلاقت میدم. گفتم ببخشید ولی شما چیزی به سرتون نخورده احیانا؟
صحبت چند سال زندگیه. تازه بعد از طلاق برای شما که بد نمیشه، یه عیب و ایرادی میذارین رو زنتون و میگین طلاق دادم. ولی من چی؟ دیگه نمیتونم موقعیت اولمو داشته باشم. گفتم که من اصلا توقع خاصی ندارم. ما مثل برادر و خواهر با هم زندگی میکنیم. از شرم سرخ شدم، سرمو انداختم پایین. بعد گفتم ولی این تغییری تو موضوع نمیده ها. بالاخره اسم شما تو شناسنامه‌ام میمونه. راستش میدونم این نهایت پرویه، ببخشید، ولی نمیشه این پولو بهم قرض بدین؟ متاسفانه شرط من اینه، باید مطمئن شم پول برگشت داده میشه. از کجا معلوم پولو بر نداری و بزنی به چاک؟ گفتم حیف که استادم هستین، ولی خوب میدونستم چجوری جوابتون رو بدم. مطمئن باشین هیچ وقت اینقدر ارزش خودمو پایین نمیارم. گفت کی گفته ارزشت پایین میاد؟ از روی صندلی بلند شدم. گفت حال شماره من که رو گوشیت هست، اگه نظرت عوض شد بهم خبر بده. راستی دیگه نتونستم وایسم و به حرفاش گوش بدم. از کافی شاپ زدم بیرون. شروع کردم به قدم زدن تو خیابونا. با خودم حرف می‌زدم. خدایا این چه بلایی بود به سر من اومد؟ ای خدا، من چرا باید این همه بدبخت باشم؟ چرا پدر من؟ چرا عمل کردن؟ چرا اینقدر بدبختی؟ خدایا من چرا اینقدر بدبختم که کسی بخواد همچین پیشنهادی بهم بده؟ کسی جرأت کنه که همچین پیشنهادی بهم بده؟ به پارک رسیدم. روی نیمکت نشستم و هر چی فکر کردم نتونستم قبول کنم. از یه طرف آینده‌ام، از یه طرف زندگی پدرم. سر دوراهی بدی گیر کرده بودم. وقتی به خودم اومدم ساعت 2 بعد از ظهر بود. حتما الان بابام و مینا نگران شده بودن. میخواستم بهشون زنگ بزنم که فهمیدم گوشیم تو خونه مونده. لعنتی. وقتی رسیدم خونه دیدم خواهر بزرگترم هم خونه است. با نیما شوهرش اومده بودن برای نهار پیشمون. یکم سر میز نشستیم و با هم شوخی کردیم. یه ذره از اون حال و هوای بدی که توش گیر افتاده بودم راحت شدم. آخه نیما دامادمون خیلی آدم شوخیه. همیشه با شوخیاش منو سر حال میاره. با خواهرم نشسته بودیم تو اتاق و حرف میزدیم که یهو با صدای نیما که میگفت چی شد بابا؟ چی شد بابا جون؟ حرف بزن. اومدیم تو حال. اومدیم سمت بابام. گفتم چی شده نیما؟ گفت نمیدونم. یهو دستش رو قلبش گذاشت. لیلا قرص بابا رو بیار. نیما به اورژانس زنگ بزن. نیما گفت به اورژانس زنگ زدم یگانه، آروم باش، گریه نکن. به صورتم زدم، به سرم زدم. دیدم مینام داره گریه میکنه. همونجور که مینا تو بغلم بود به لیلا نگاه میکردم و به نیما که سمت چپ بدن بابا رو ماساژ میداد. صدای بابا رو شنیدم که میگفت من چیزیم نیست، گریه نکنید. تو همین حال بودیم که آمبولانس رسید. رفتیم بیمارستان. دویدم سمت دکترش. چی شد آقای دکتر؟ بابام چی شده؟ دکتر در حالی که سرش رو با تأسف تکون میداد گفت هر چه زودتر باید عمل بشه. اگه زودتر عمل نشه حالش بدتر میشه. فعلا خداحافظ. دنیا رو سرم آوار شده بود. از بیمارستان خارج شدم و گوشیمو درآوردم و شماره استاد شهابو گرفتم. باید بهش زنگ میزدم. غرور اینجا معنی نداشت. نباید میذاشتم بابام از دستمون بره. دستمو روی شمارش فشار دادم و بعد از 2 تا بوق خوردن صدای جدی استادم به گوشم رسید. بله بفرمایید. سکوت کردم. نمیتونستم حرف بزنم. نمیدونستم چی بگم. گفت الو، اگه نمیخوای حرف بزنی قطع کنم. گفتم سلام. گفت سلام. دوباره ساکت شدم. انگار این لبای لامصبم اصلا باز نمیشد. گفت چیه؟ چرا دوباره ساکت شدی؟ با صدایی که دنیا بغض داشت گفتم کمکم کنید. یهو صداش نگران شد. چی شده یگانه؟ اتفاقی افتاده؟ بابام تو رو خدا هر شرطی بگین قبول میکنم. فقط بابام تو رو خدا کمکم کنید. تو الان کجایی؟ میخوام ببینمت. بیمارستانم. بابام حالش بده، باید زودتر عمل بشه. باشه من الان میام اونجا. نه اینجا نیایید. چرا؟ آخه هیچی. پس منتظرتونم. باشه میام میبینمت. خداحافظ. بدون اینکه جوابشو بدم گوشیو قطع کردم. حالا باید به نیما و لیلا چی بگم؟ با همین فکر به سمت بیمارستان رفتم. بعد از نیم ساعت رسید. کنار نیما ایستاده بودم و مینا و لیلا نشسته بودن روی صندلی. استاد شهاب گفت سلام خانم امیری. گفتم سلام استاد. مینا و لیلا و نیما با تعجب به ما نگاه می‌کردن. به سمتشون چرخیدم و گفتم استاد شهاب که قراره کمکمون کنن. استاد شهاب گفت سلام، از دیدارتون خوشوقتم. بعد رو به من کرد و گفت خب چقدر لازم دارین که چکشو بنویسم؟ قبل از اینکه بقیه بخوان چیزی بگن گفتم 100 میلیون. ولی استاد شهاب گفت طبق صحبتایی که کردیم براتون 150 میلیون می‌نویسم. نگاه نیما متعجب بین من و استاد می‌چرخید. دست چکش از کیفش خارج کرد و بعد از چند ثانیه چکی با مبلغ 150 میلیون تومان دستم بود.
لیلا جلوتر اومد و به استاد گفت واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم، هم من هم خواهرام. تو دلم بهش خندیدم. گفتم لازم نیست تشکر کنی، قراره چند سال از زندگیمو باهاش بگذرونم. این پول چند سال از زندگی منه. گفت خب خانم امیری من دارم میرم، فقط اگه میشه میخواستم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. گفتم بله البته. رفتیم سمت محوطه بیمارستان. به یه نیمکت اشاره کرد و گفت اینجا بشینیم. روی نیمکت نشستیم و اونم با فاصله کمی از من نشست. بهم گفت یگان خانم قرارمون یادت نرفته؟ گفتم نه، ولی نمیشه بدون ازدواج من هر روز صبح بیام کارای خونتون رو انجام بدم؟ سفتم به عنوان ضمانت بهتون میدم. گفت نه، قرار نشد زیرش بزنی. تو پشت تلفن گفتی شرطمو قبول کردی. آخه نداریم. الانم میری بالا به خواهرات و نیما میگی که من خواستگارتم، ولی تو بهم گفتی که تو این وضعیت نمیتونی درست تصمیم بگیری. بعدش هم به من گفتی که قرار خواستگاری رسمی بمونه برای بعد از عمل پدرت. در ضمن میگی که تو نظرت در مورد من مثبته. متوجه شدی؟ گفتم ولی من چجوری این حرفو رو بزنم؟ خجالت میکشم. گفت باید آمادهشون کنی. به خواهرت بگو، اون بقیه‌شو درست میکنه. مطمئن باش. حالا هم دیگه من باید برم. راستی دیگه اینقدر به من نگو استاد. خب من است دارم. اگر کاری داشتی بهم زنگ بزن. اون رفت و من رفتنش رو نگاه میکردم. اون میتونستی ایدئال باشه، ولی حیف که ازدواج ما الکیه. نه من عاشقش نیستم، فقط از نظر منطق چنین آدمی آرزوی هر دختریه. خوشتیپ، جدی، با وقار. احساس میکنم مهربونم هست. آقا اگه مهربون نبود برای چی باید به من کمک میکرد؟ نمیدونم. حالا من برای چی نشستم دارم رفتار این استاد بدعنق و تحلیلم میکنم؟ به لیلا چی باید بگم؟ وای خدایا. ولی آخرش که باید بفهمن من قراره با مانی ازدواج کنم. منو نگاه چقدر راحت اسمشو میگم. خب خودش گفت اسمشو بگم مانی. و یه چیز گفت چقدر پررو شدی دختر. رفتم و قضیه رو به لیلا گفتم. البته اصل قضیه رو نگفتم و اونم از اینکه داماد فهمیده و تحصیل کرده و پولداری گیرشون میاد خیلی خوشحال شد. گفت بعد از عمل با بابا صحبت میکنم که اجازه بده بیاد خواستگاری. 2 هفته مثل باد گذشت. بابا رو عمل کردیم و خوشبختانه نتیجه عمل موفقیت آمیز بود. تو این 2 هفته مانی 2 بار به دیدن بابا اومد. نمیدونم چی کار کرده بود که به دل بابا نشسته بود. البته بابا هنوز از جریان خواستگاری خبر نداشت. قرار بود بابا رو مرخص کنن. من و لیلا پشت در اتاق ایستاده بودیم و نیما توی تعویض لباس به بابا کمک میکرد. لیلا گفت چه خبر از آقای استاد؟ گفتم جلوش استاد نکنی، اصلا خوشم نمیاد. لیلا گفت نه بابا، تا دیروز اسمشو می آوردیم سرخ و سفید میشدی، حالا امروز ازش دفاع میکنی. بشکنه این دست که منو با آقای استاد فروختی. لیلا مگه نگفتم؟ اومد حلال زاده است. جلوش چیزی نگیا. نه بابا چی بگم. با قدمای محکم راه میرفت. وقتی به ما رسید سلام کرد. سلام لیلا خانم، خوبی یگانه جان؟ چشمام گرد شد. به لیلا نگاه کردم، سرش خندش رو پنهون کنه. لیلا گفت ببخشید من برم ببینم بابا آماده شده. بعدم رفت سمت اتاق بابا. بهش گفتم ببینید آقای شهاب، مانی. بله آقای مانی، میشه اینقدر زود صمیمی برخورد نکنید؟ حالا بقیه نمیدونن، ما که میدونیم قضیه چیه. خب منم به خاطر دیگران اینجوری برخورد میکنم. فقط یادت باشه خودت خواستی، بعدم پشیمون نشی. مطمئن باشین پشیمون نمیشم. من نیازی به محبت شما ندارم. خیلی تند میری. یکمی ناراحت شد. بابا رو مرخص کردیم و بابا اومد خونه. انگار دنیا رو به هم داده بودن. از اینکه بابام نجات پیدا کرده بود، از اینکه پول عملش جور شده بود، از اینکه این اتفاقا پشت سر هم افتاده بود که همش انگار برای من شکل معجزه بود. تعجب میکردم و باورم نمیشد همه چیز انقدر خوب کنار هم چیده شده بود. وقتی بابا حالش بهتر شد مانی اومد خواستگاریم و بابا هم ازدواج کردیم و الان حدوداً 5 سالی میشه که با هم زندگی میکنیم و میتونم به جرئت بگم این اتفاق و ازدواج با مانی قشنگترین اتفاق زندگیم بود. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که داستان شنیدین. خواهش میکنم که کانال داستان‌های نگفته رو سابسکرایب کنید که من برای شما حالاها داستان‌ها دارم. لایک و کامنت فراموش نشه. فعلا خداحافظ.